پروردگار عالمین است، از پیغمبر است، نماز ما از قرآن است، سورای نماز ما از قرآن است، قبله ما قبله محمدی. او انسان، او انسان، یو خبر با قرآن عظیم شان الحمدلله. امی قرآن کی هست؟ قرآن شریف نمیل طاق بالای خانه است. سیس الحمدلله. امی قرآن کی جمع کرد؟ ابو بکر، عمر، عثمان یا علی رضی الله عنهم؟ اینا رو برات میگم. ابو بکر در سن چند سالگی مسلمان شد؟ پرسانی ما امی است؟ چرا میترسی؟ ما سعی سوالت ما در سوال جوابت میتم. ابو بکر در سن چند سالگی مسلمان شد؟ باز میاییم در سوال ما که سوال بکنیم شما جواب بیتی، سوال نکو، باز دوباره سوال نکو. خب بگو. ابو بکر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنهما دغه قرآن را جمع کړی دا تر مګی را رسوله ده. ته خو ابو بکر او عثمان نمانی قرآن بعض سوره قرآن آموز کرده نه؟ گفته ای بدرت نمیکنه. بعض سوره قرآن آموز کرده گفته ای بدرت نمیکنه. یعنی امی قرآن تحریف کردنی؟ بله جمعش کرده. قناعت دارم. تحریف کردنی؟ چینج کرد. تحریف کردم بعض سورهش اوسو کرد. سیس. آلی که شما قرآن میخوانی، ای قرآنی کی هست؟ در خانه شما که قرآن است، قرآنی کی هست؟ قرآن از طرف پروردگار نازل شده به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب کی جمع کرد؟ به شما کی رساند؟ بر ما حضرت محمد صلی الله علیه و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی جمع کرد قرآن عظیم؟ بعد از پیغمبر در دست هر کی افتاد. خب بعد گفت بز خورده که قسمتشه. بعد کسی گفت عایشه گفت که مثلا بز خوردی را زیر بالش. صبر. وقتی که ما سوال بکنیم جوابی ما بیتی. در کتاب شما صحیح روایت هست که علی رضی الله عنه قرآن جمع کرد و پوت کرد، فنهان کرد، به مهدی داد که ای پوت کو از اومد. در کتب شما صحیح روایت هست. شما خو امی قرآن قبول نداری، میگی که اصلی قرآن پیش علی رضی الله بود نمیشته کرد. آیا کتابای شما دروغ میگی یا تو دروغ میگی؟ یعنی حضرت مهدی وجود داره یا نه؟ میایه یا نه؟ از شما هم سوال دارم. حضرت مهدی امام مهدی علیه السلام میایه یا نه؟ زور میکنه یا نه؟ جواب بشنونو. یک دقیقه کو امو گپارا تکرار نکنید. بلیازی خدا امو گپارا تکرار نکنید. یک گپ. مهدی علیه السلام اهل سنت والجماعت میای علامات کبرای قیامت هست، پیش از قیامت که میایه پیدا میشه مهدی علیه السلام، با ظهور میکنه و باز رهبری مسلمان ها میکنه، در کوه پنهان نمیشه، پوت نمیشه. بله هیچ وقت پوت نمیشه، بزدل نیست. سیس امید مهدی شما کجا هست؟ آلی زنده هست یا نه؟ مهدی ما الحمدلله مثل که با حضرت عیسی علیه السلام یک جای می، با حضرت بیبی مریم علیه السلام یک جای می اونا. مریم علیه مسلمین درای یعنی هدایت مهدی در ابی زمان پیدا نمی کنه؟ کلش می، کلش با هم می. مریم علیه السلام اگر امام مهدی علیه السلام بیاید، عیسی علیه السلام بیاید، چی ضرورت است به مریم علیه السلام؟ چی ضرورت است؟ مریم با خانما سرکارش است. با خانم. بله. خوب امی مهدی علیه السلام آلی کجا هست؟ مهدی شما معلوم نیست. دور داره، وجود داره. عباس حیدری سے برادر عزیز، امی 1200 سال میشه که امی مهدی علیه السلام در غیبت الکبرا هست. مهدی علیه السلام شما
چه کنید ما اینقدر به احترام گپ میزنیم. مهدی علیه السلام شما 1200 سال میشه خدا آدم است. در غیبت الکبرا هست. دامی 1200 سال چی خدمت کرد برای اسلام؟ برای اسلام امر خداوند سرش نیست که بیای به مردم واضح خدا نمایند بسازه. امر خداوند و جا شود. الله اکبر، الله اکبر. یعنی امر خداوند سرش نیست. فعلا ظهورش اجازه ندادن. نه نداده. یعنی باز چی پیدا داره 1200 سال که یک چیز یک کسی مو پیشتر که در غیبت الصغرا بود یا پیشتر از غیبت الصغرا می بود چی پیدا به اسلام رساند؟ فایده هایش در آینده باز میبینی. وقتی که قیامت شود، نزدیک قیامت شود، بعدا فایده های از او رو میبینن همگی مسلمان ها. تنها امام مهدی راپورته کرده. امام مهدی راپورته که هغه بلده سره یو څو خبرې وکړي. نگاه کن. حالا من تو را گفتم ابوبکر در سن چند سالگی مسلمان شد؟ در ابتدای اسلام مسلمان شد الحمدلله. امام علی رضی الله عنه میگه چند سالگی مسلمان شد؟ در ابتدای اسلام در زندگیش اسلام نبود. وقتی که اسلام آمد همون وقت مسلمان شد. اول انسان 55 سالگی مسلمان شد. در سن 55 سالگی همون امام مهدی علیه السلام آمد. عمر در سن چند سالگی مسلمان شد؟ میدونی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخیای گرامی، خدا کنه جور و صحتمند و سری حال باشید. و علیکم السلام. خب عباس حیدری آمد اینجا، درست است؟ همون جام بدم در می لایفت مرا پایین انداخت. من خود لایف قطع کردم، من پایین ننداختم. کجا تا الان من الان حاضر و ناظر هستم. همین فایده اینا برای تو چی رسیده؟ چی فایده برات رساندم؟ از من چی فایده گرفتی تا الان؟ همه معظمی عمر ابوبکر عثمان شما چی فایده گرفت؟ الله حول ولا اونا ببین عباس عزیز، عباس عزیز، پدر مادرشون با هم عباس حیدری گوش کن. اونا به بسم الله به دنیا آمده. عباس حیدری عباس حیدری یک دقیقه برادر وطنی عزیز، ببین در کتاب تو در بهار الانوار و همچنین در نجم ثاقب آمده که امام زمان خشک و خالی، خشک و خشک سنت شده، یعنی خطه شده به دنیا آمده. ماضی میگذاریم که اصلا